کاری جز نوشتن ازم بر نمیاد. یه مرد بیخوابم که موقعش تعطیله و شنبه میخواد لب سیگار یه گوشه رو تخت بیحال. تو اوج سلامتی جسمانی داره نقش بیمار. حتی تو بارونم اشکای من معلومه. بدنم گرمه اما سرمای من از توه. تو این روزا با بغض فریاد من مسئوله. کارم شده از بیرون تنها برم مسئوله. بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم. اونا که منو نفهمیدم جلوم بیف شدن یا برعکس گفتن تو شیطانی. خواستم منو بسوزونن روحمو تو زندانی بپوسونن. شدم تو اون تاریکی شب. اولش داشتم میشدم تو ناامیدی غرق. خواستم خودم بکشم و یه صدا میگفت رضا راه ادامه داره تا امیدی هست. تا ایچی سعی و سالم نیست. تا ایچی یادت میمونه جای چی کجاست. تا ایچی شق و رقیقش نگیر. تا ایچی کاسه دیدیماست. تا جایی داری و سلنشو سر و صورت تو مرتب کنی جلو آینه. تا جایی داری یاد محبت تو به اون